24 مای عید سعید فطر. با این مناسبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مردم شریف تاجیکستان را تبریک نمودند. حالا توجه نمایید به متن تبریکات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مناسبت عید سعید فطر در قرائت همکاران ما. تبریکات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مناسبت عید سعید فطر. هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت فرارسی عید سعید فطر صمیمانه تبریک گفته از درگاه خداوند متعال برای هر یک خاندان کشور آسایش و تندرستی، فیض و برکت، بخت و سعادت و روزگار آباد آرزو می نمایم. امسال مردم سیاره از جمله مسلمانان جهان ماه شریف رمضان را در شرایط پهنشوی با سرعت بیماری سیریاتی کرونا ویروس پس سر کردند. مطابق معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی، این بیماری قریب 200 دولت جهان را فرا گرفته بیش از 4 میلیون نفر ساکنان سیاره به آن گرفتار شدند و هزاران نفر آدمان به هلاکت رسیدند. حکومت تاجیکستان هنوز از آغاز پیدایش کرونا ویروس جهت پیشگیری کردن واردشوی آن به کشور تمام چاره‌های ضروری و امکان پذیر را عملی گردانید. از جمله ستاد جمهوریوی عاید به پیشگیری سرایت کرونا ویروس تأسیس داده شد که وظیفه آن تشکیل و تنظیم و هماهنگ ساختن فعالیت تمام نهادهای دولتی و جمعیتی دایر به پیشگیری کردن پهنشوی این بیماری می باشد. ولی متاسفانه با وجود همه تدبیرهای اندیشیده شده این بیماری در کشور ما نیز پیدا شد و تا امروز ده ها نفر هموطنانمان بر اثر آن وفات کردند. در آستانه عید سعید فطر به همه آنهایی که نزدیکان و عزیزان خود را از دست دادند همدردی عمیق بیان میکنم و به آنها از درگاه آفریدگار صبر جمیل میخواهم. من وقتهای اخیر در چندین سخنرانی خود به مردم تاجیکستان تکرار به تکرار مراجعت کردم که از طرف هر یک ساکن کشور به خاطر حفظ سلامتی خود و دیگران در خانه، جای کار و جایهای جمعیتی قاعده‌های بهداشتی و نظام رفتاری از جانب متخصصان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی توصیه شده و قرارهای ستاد جمهوریوی به طور قطعی رعایت کرده شوند. در خاطر باید داشت که رعایت تازگی و پاکیزگی یعنی قاعده‌های بهداشت شخصی نه تنها شرط مهم حفظ سلامتی است بلکه طبق تعلیمات اسلامی یکی از فضیلت‌های مهمترین اخلاقی هر یک شخص مسلمان نیز می باشد. هموطنان عزیز ما خوب می دانند که اسلام ماهیتاً چون دین معرفت و اخلاق، غایه‌های بشردوستی و انسان پروری، معاشرت نیک و محبت و صمیمیت را با اهل خاندان، خویش و تباران، همسایه‌ها و اطرافیان و رعایت آداب برادری و مروت را با دوستان و همکاران تلقین می‌کند. اینچنین رحم و شفقت و کمک و غمخواری به یتیمان و معیوبان، بیماران و شخصان برجامانده و عائله‌های کم‌بضاعت از جمله عمل‌هایی میباشند که رعایت و اجرای آنها در تعلیمات دین مبین اسلام قابل تحسین و اعمال خیر و ثواب شماریده می شود. بزرگان ما بیهوده نگفتند که ثواب نوازش دلشکستگان و محتاجان از فضیلت حج اکبر هم زیادتر است. به احتیاجمندان و درماندگان دادن فطری روزه نیز ثواب زیاد دارد. خیر و سخاوت و مهربانی به یتیمان و درماندگان که در روزهای عید چشم امید سوی ما و شما دوختند قرض انسانی و اسلامی هر فرد خداجوی و انسان دوست است. تربیت فرزندان صالح به آداب و صاحب معرفت و تبلیغ علم و دانش نیز از جمله کارهای شایسته هر یک انسان سالم فکر و ایماندار می باشد. دین مبین اسلام به این مسئله ها نیز ارجح زیاد می گذارد. واقعاً هنوز از نخستین عصرهای گسترش اسلام
فرزندان دانشمند و فرزانه ملت فرهنگی و صاحب تمدن تاجیک علی خصوص امام اعظم و امام بخاری در تفسیر و تبلیغ اندیشه و افکار انسان دوستی، معرفت جویی و فرهنگ پروری سهمی بی‌نظیر و بی سابقه گذاشتند. اصلا روشن نگاه داشتن چراغ معرفت و تربیت نسل‌ها در روحیه جستجوی علم و دانش یکی از اساسهای مهمترین تعلیمات اجداد بزرگ ما بوده است. به قول یک قطار حدیث نویسان، پیغمبر اسلام عقل و ذکاوت نیاگان معرفت پروری ما را ستایش نموده در صحبت تأکید کرده است. اگر علم در ثریا می بود، مردم از فرزندان فارس آن را به دست می آوردند. به شرافت سعی و کوشش چنین بزرگان ملت بود که در زمان سامانیان کتابخانه ها بنیاد شده، فرا گرفتن علمهای زمان برای هر یک طالب علم و معرفت جوی فرض دانسته می شد. در آن دوران آموزش دانش‌های دنیوی در برابر علم‌های دینی به حکم عنعنه در آمده بود که در نتیجه از میان اجداد ما در طول 2-3 عصر بعدی 10 نفر نابغه های علم و فرهنگ جهانی به کمال رسیدند. یعنی در نهاد ملت ما جستجوی علم و تنها با همین راه آباد نگاه داشتن روزگار از قدیم سرشته شده است. امروز نیز مجرای تیز و تند عصر نو و پیشرفت با سرعت و بی سابقه علم و تکنیک و تکنولوژی ها در مقیاس جهان ما را وادار می سازد که برای حفظ و تحکیم استقلالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورمان از کشفیات و اختراعات علم و دانش، تفکر پیشرفته بشری، دستاوردهای نوترین تکنیکی و تکنولوژی ها و امکانیت های طرف افزاینده ساحه اطلاعات و کمونیکاسیا هرچی بیشتر استفاده نماییم. زیرا به معرفت بلند سیاسی و اقتصادی، جهانبینی وسیع معاصر، تفکر رشد یافته تکنیکی و تکنولوژی، قابلیت بلند کارشناسی و دانستن زبانهای خارجی بر روند جهانی شوی برابر قدم زدن مشکل و حتی غیر امکان است. محض به همین خاطر من در ملاقات و سخنرانی های خود مسئله ضرورت دستگیری ساحه علم و معارف و رشد علم و تکنیک را همیشه تاکید میکنم. بیماری کرونا ویروس نشان داد که ما در این سمت خصوصا در مسئله آماده کردن کادرها، تأمینات با تجهیزات معاصر طبی و داروواری هنوز چقدر مشکلات زیاد داریم. مادامی که ما خود را وارث سینای بزرگ می شماریم، باید هر چیز زودتر این کمبودی ها را برطرف سازیم. در نوبت اول مسئله نارسایی کادرهای بلند اختصاص را حل کنیم. به استحصال تجهیزات طبی و داروواری اعتبار فوری و اولین درجه دهیم تا محتاج دیگران نباشیم. بنابراین وظیفه ایمانی و انسانی هر یک فرد با ننگ و ناموس وطن و مسلمان روشنفکر این است که در برابر ادای رسالت دینی قرض مقدس شهروندی خویش را نیز بجا آورد. یعنی کوشش و تلاش خود را به پیشرفت و آبادی تاجیکستان، حفظ استقلالیت و تحکیم دستاوردهای آن، پیش از همه صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی که بزرگترین کامیابی های ما می باشند، اینچنین دستگیری علم و معارف و تربیت کادرها از جمله متخصصان سطح بلند کسبیت برای ساحه تندرستی روانه سازد. همچنین با استفاده از فرصت مناسب به همه طبیبان و کارمندان مؤسسه‌های طبی که در چنین روزهای وزنین با صداقت به سوگند کسبی خود به مردم تاجیکستان صافدلانه و شب و روز خدمت کرده ایستادند، بار دیگر اظهار سپاس و منتداری می نمایم. وضع حساس جهانی امروزه ما و شما را وادار می سازد که ننگ و ناموس ملی، حس بلند وطن دوستی و وطن پرستی، خودشناسی و خودآگاهی و افتخار ملی خود را از دست ندهیم. به خاطر تحکیم امنیت دولت و جامعه و آبادی و پیشرفت همه جانبه وطن عزیزمان اهلانه سعی و تلاش نماییم. کنستیتوسیای دولت صاحب استقلالمان
برای ما همه حقوق و آزادی ها را کفالت می دهد و ما باید تنها در اساس آن کار و زندگی کنیم. زیرا در همه دور و زمان ها رعایت نکردن قانون باعث فلج شدن شاخه های حاکمیت و رکن های دولتداری می گردد که عاقبت های آن بسیار فاجعه بار است. در رابطه با این می خواهم یک نکته را مخصوص تاکید نمایم. ما باید تمام سعی و تلاش خود را به آن روانه سازیم که در وجود هر یک فردی وطن و در نوبت اول نورسان و جوانان حس بلند ملی، احساس گرمی وطن دوستی و وطن پرستی، خودآگاهی و خودشناسی، احترام و رعایت بیچون و چرای قانون، عزم قوی سازندگی و آبادانی وطن، کوشش علم و دانش آموزی و معرفت پروری به منفعت پیشرفت و ترقیات کشورمان عمیق جای داشته باشد. از این لحاظ هر یکی ما را ضرور است که فرزندان خود را برای علم و دانش آموزی، از خود کردن کسب و هنر، صمیمانه دوست داشتن سرزمین اجدادی و خدمت صادقانه به وطن هدایت نماییم و در تعلیم و تربیت زمانوی آنها تمام امکانیت‌ها را سفربر سازیم. هدف اساسی ما از اعلان 20 ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعی، دقیق و ریاضی هرچی بیشتر شوقمند کردن نورسان و جوانان با آموختن علم‌های دقیق، تشکل و توسعه تفکر تکنیکی اهالی و با همین راه تامین نمودن پیشرفت جامعه و دولتمان می باشند. با استفاده از فرصت بار دیگر خاطر نشان می سازم که هر یکی ما و شما در روزهای عید و عموما همیشه علاوه بر انجام دادن فریضه های دینی و عملهای خیر و ثواب باید به تازگی و رعایت قاعده های بهداشتی اعتبار جدی ظاهر نماییم. این مسئله یعنی تازگی و احتیاط خصوصا در موسم خروج بیماری که امروزها ادامه دارد برای هر یک شخص حیاتی و ضرور و حتمی است. در برابر این به هموطنان عزیزم مراجعت میکنم که از این روزهای سخت نباید دل شکسته و ناامید گردند، زیرا این روزهای مشکل نیز مثل دیگر دوره‌های سخت و سنگین حتما میگذرند. بار دیگر عید سعید فطر را به تمام مردم تاجیکستان تبریک گفته برایشان پیش از همه سلامتی، بخت و سعادت، برای کار و همه خوشی‌های زندگی را آرزو می‌نمایم. عید سعید فطر مبارک باشد هموطنان عزیز.